اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و این هم برنامه اخبار با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز، امروز 11 اپریل اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. ملایی که توی برادرزاده‌اش را خلالدار کرد حکم زندان گرفت. رفتاری او همچون تبلیغ انگیزه‌های تندروانه دینی معنی داده شده است. حامیان حقوق و فعالان در روسیه به مهاجران مشورت میدهند که فریفته شهروندی ساده و پول زیاد نشوند و به جنگ به اوکراین نروند. فهمیدم که در اونجا رفتگی بند 99% آدماش مرده شد. و وقتی در این مکتب ها برای دختران در افغانستان بسته است، رادیو برایشان درس میگوید. سال میشه که دروازه مکتب روی ما بسته است. ما بسیار خوش هستیم که از طریق رادیو درس‌های مکتب گوش میگیریم. دادگاه ولایت ختلان یکی مخاطب مسجد محلی عبدالحنان منانوف را که توی عروسی برادرزاده‌اش را با سبب صدا دادن موسیقی در آن با حرفای تند و دشنام‌آمیز پراکنده کرده است به 6 سال زندان محکوم نمود. پیشتر خبر رسیده بود که برای این پرونده در آغاز مأموری به جنایی تبدیل داده شد. منانوف برای دعوت به افراط‌گرایی گناهکار دانسته شده است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. خب بگویید که محاکمه چگونه گذشته است و واکنش خود عبدالحنان منانوف به حکم دادگاه چگونه بوده است؟ سلام شهلا، سلام بینندگان گرامی. منبع‌های نزدیک به تفتیشات میگویند مرافعه دادگاهی ملا عبدالحنان با حضور نزدیکانش و وکیل مدافعش صورت گرفته است، اما تا کجا و این عیبنامه را اعتراف کرده است یا نه معلوم نیست. سید جبار علیف وکیل مدافع منانوف همین روز به ما گفت که در حال حاضر نمیتواند قضیه را شرح دهد و پیوندانش هم حاضر نشدن با ما صحبت کنند. ولی یک نکته روشن این است که ملا عبدالحنان برای رفتارش در تویخانه که معرکه شادی دو جوان را به هم زد بخشش پرسیده است. ظاهرا رفتار منانوف نه تنها همچون یک عامل ویران کردن معرکه بلکه همچون نمایش و تبلیغ انگیزه‌های تندروانه دینی بررسی شده است. در یاد داریم نشر نواری رفتار این دو ملا سبب بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی شد. یعنی اگر نوار نشر نمیشد شاید این مرافعه و این حکم هم به میان نمی آمد. درست است؟ بله درست است. احتمال چنین موارد و واقعه‌ها در جایهای دیگر نیز روی داده باشند، اما ملا عبدالحنان منانوف در آخرهای ماه ینور همین سال در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشت. در آن نوار روشن است که وی مهمانان و میزبانان را دشنام‌ها می‌دهد و نشان می‌دهد که رقص و بازی خشم و غضب او را آوردند. وی معرکه را باز می‌دارد و مهمانان صحن توی را ترک می‌کنند. این نوار در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد به بار آورد. بسیاری ها رفتار ملا را تنقید کردند. وزارت کارهای داخلی روز 27 ینور گفت روحانی عبدالحنان منانوف جشن عروسی جیانش را در جماعت محنت‌آباد ناحیه کوشانیان ولایت ختلان به هم زده است. بعد منانوف عذرخواهی کرد ولی معلوم می‌شود تحقیق رفتار او دوام داشت و با این حکم 6 سال زندان به پایان رسید. در همه دوره تفتیش و در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگهداری می‌شده است. بله. برای صحبت مفصل. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. دومه دولتی روسیه طرحی را بررسی دارد که اجازه می‌دهد جوانان با دعوتنامه الکترونی به خدمت ارتش جلب شوند. مخالفان طرح نو پیشنهاد کردند به روسیگی‌هایی که از ارتش سرکشی می‌کنند اجازه بیرون رفتن از کشور دادن نشود. در عین زمان در روسیه معرکه تبلیغاتی گسترده برای جلب مهاجران به خدمت قراردادی جریان دارد. درباره شیوه‌های سفربرکنی زرانگیز نوروز شو گزارش می‌دهد. شیوه جلب مهاجران از آسیای مرکزی به خدمت قراردادی فراتر از مرکز صخره و دیوار زندان‌های روسیه رفته است. مهاجران را از مسجد و جای کار و خوابگاه‌ها به ارتش روسیه و جنگ دعوت می‌کنند. این نوار در شهر پنزه روسیه ثبت شده است. مهاجران برای گرفتن پتنت یا اجازه‌نامه کار آمده به معرکه دعوت افتیدند. تا جای من میدانم مقصد اساسی شما گرفتن شهروندی است. فردی نظامی پوش به آنها پیشنهاد میکند که به خدمت روند.
این مجلس با مهاجران در مسجد صورت گرفته است و آنها بر عوض خدمت قراردادی و شرکت در جنگ، شهروندی و سبکی‌های دیگر پیشنهاد کردند. ضرور نیست که 5 سال انتظار شوید. شما برای 1 سال یا نیم سال با یگان سازمان مخصوص قرارداد می‌بندید و شهروندی خود و اعضای عائله را زود می‌توانید درست کنید. با جورابک امونوف، بلاگری ازبکستانی، مهاجران با ارسال نوار از افزایش چنین معرکه‌های تبلیغاتی خبر دادند. که در میخواهد گراجانین روسیه شدن برای همینو جلب میکنن که بیتون من گراجانسا میتونیم 6 ماه و 1 سال و با پول میگیریتون. لیکن یک آدم آبان فهمیدم که در اونجا رفتگی بند 99% آدماش مرده شده. مهاجران و حامیان حقوق میگویند حالا ورقه ها برای دعوت به خدمت با پول خوب در روسیه در و دیوار خوابگاه، اتوبوس و خیابان‌های شهر نشر شدند. ما میتونیم بگوییم که وقتی چنین تشکیلات خصوصی جنگی گوییم با مانند چویکا واگنر، وقتی علاقه روی راست مهاجران رو برای خدمت کردن در قوای خود جلب می‌نماید، چنین اجازات رو آنها از مقامات گوییم که دولتی از حکومت فدراسیون روسیه گرفتند. در یک ورقه که به مهاجران تقسیم شده است، حجم مبلغ برای اجرای هر وظیفه در جنگ آورده شده است. برای مثال، به زرخریدانی که روسیه به جنگ جلب می‌کند برای بی‌ضرر کردن سلاح و تکنیکای جانبی مقابل از 30 تا 500 هزار روبل وعده شده است. افزایش دعوت‌ها برای خدمت قراردادی و شرکت در جنگ در حالی است که دفعه‌های اخیر در روسیه رید و تفتیش مهاجران زیاد شده است. آنها را برای عادی‌ترین قاعده شکنی از حق کار محروم و به وطن خارج می‌کنند. حامیان حقوق از آن نگرانند که این وضع می‌تواند مهاجران را به قبول چنین دعوت‌ها وادار کند. در جنگ در چویکا واگنر و اشتراک نمودن در قوای مسلح در این جنگی که در اوکراین گذشته است، این یکی از راهی آسانی پولکار کردن میباشد و برای همین با این پیشنهاد راضی میشوند و رفته در این جنگ بی‌معنی اشتراک مینمایند. مقامات تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی به شهروندانشان هشدار دادند که به جنگ اوکراین نروند وگرنه جزا میگیرند. شماری دقیق مهاجران تاجیکی که در صف سربازان روس ضد اوکراین میجنگند معلوم نیست، اما ده‌ها حالتی به جنگ بردن و کشته شدن مهاجران عادی رسانه‌ای شده است. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. دو دانشمند شناخته اسلامی در افغانستان قرار طالبان درباره منع تحصیل دختران را سخت تنقید کرده از آنها خواستند در این مکتب‌ها را بر رویشان باز نمایند. یکی از این دانشمندان، عبدالرحمن عابد، گفت باید به دختران اجازه بدهند در صنف‌های جداگانه از پسران در دانشگاه و مکتب‌ها درس بخوانند. عین زمان بعضی رادیوها در افغانستان سعی دارند تا دختران دانش بیاموزند و بیسواد نمانند. همکارم طاهر سفر گزارش می‌دهد. این دختران از شهر فیروزکوه ولایت غور هستند که همراه به صدای درس از راه دور گوش می‌دهند. مهناز 2 سال باز می شود که از حق رفتن به مکتب محروم است. شاگرد مکتب سلطان رضای غوری بود. میگوید آموزش از راه دور و از رادیو ثمر می‌دهد، اما نه به اندازه درس در صنف مکتب. 2 سال میشه که دروازه‌های مکتب روی ما بسته است. ما بسیار خوش هستیم که از طریق رادیو درس‌های مکتب گوش میگیریم. ما میخواهیم که در امسال دروازه‌های مکتب روی دختران باز کنند. در سال جاری میخواهند امتحان کنکور. اینجا استودیوی رادیوی سرحد در ولایت غور است. رادیویی که از همینجا به دختران درس میگویند. رادیوی سرحد هفته‌وار 3 برنامه 1 ساعته از درس‌های ادبیات، ریاضی و دیگر علم‌های اجتماعی را برای دانش آموزان نشر می‌کند. تا زمانی که دخترای دانش آموز و دانشجو بتونن با مکاتب و دانشگاه ها برن و تحصیلات خود ادامه بدن، ما برنامه‌های آموزشی را از طریق رادیوی سرحد برای انداختیم به همکاری استادای دانشگاه و همچنان استادای مکاتب که از طریق امواج رادیوی ما پخش میشه و دخترای دانشجو و دانش آموز میتونن که در خانه هایشان رادیو را بشنوند. حق تعلیم مگیر، از معرفت دورم مکن، زنده. درس‌های رادیویی به خصوص برای دختران است که طالبان تحصیل آنها در مکتب را منع کردند. مسئولان طالبان در ولایت غور از کار رادیوی سرحد استقبال میکنند. از اقدام اینها رضایت هم داریم و این برای تمام مردم ولایت غور مفید هم است.
هرچند حکومت خود آنها مانع تحصیل و کار زنان در افغانستان شده است. با ادامه این ممنوعیت‌های طالبان، شماری از رسانه‌ها از جمله بخشی دری رادیو آزادی برنامه‌های آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6 را آغاز کردند. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6. درس‌هایی که دختران افغان مشتاقند در مکتب بخوانند. امروز شنبه است و در ساعت توجیکان ولایت بخارا با بهتر شدن وضع و مناسبت حکومت ازبکستان حالا میخواهند زبان و پایه‌های فرهنگ ملی توجیکی را در منطقه مستحکم سازند. آنها از سیاست حکمرانی شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان خوشبین بوده انتظار دارند که مقامات محلی در ردیف دیگر تشبسات برای برقرار کردن مکتب‌های توجیکی اقدام میکنند. همکارم فرزان محمدی چند پیش به این منطقه سفر داشت و این گزارش را تهیه نمود. گروه از زیایان و روشنفکران تاجیکی ولایت بخارا میگویند در 6 سال اخیر فرهنگ و زبان تاجیکی به اندازه موقع خود را کسب کرد. این در حالی است که طول 25 سال رهبری پرزیدنت سابق اسلام کریموف وضع تاجیک زبانان در این منطقه به یک وضع بحرانی معنوی و ملی دچار گردیده بود. اکثر آنها این جریان را به عوض‌شوی قدرت در جمهوری ازبکستان ربط می‌دهند. 4 سال پیش از این در بخارا همین فاکولته بخشی تاجیکی گشوده شد. اصلا که یک چند مدت طلبات کمی شد، باز قبول رو قطع کردن و من بعد مردم طلب کردن که خواهش کردن که به زبان تاجیکی و ها همچون معلم شدن یا اینکه تعلیم گرفتن رو میخواهن، همین رو وزارت به حساب گرفته، به این نوبت گرفته، همین خیلی بخش شدن. بر اعلا اجرا میکنن. هرچند از هر سو آدمان با تاجیکی حرف میزنند، ولی حالا بجز از یک صنف تاجیکی دهات دوردست این ولایت، مسئولین میگویند یگان مکتب با زبان صرف تاجیکی وجود ندارد. در دانشگاه دولتی بخارا 2 گروه تاجیکی عمل میکنند که اساساً زبان و ادبیات ملی را میآموزند و همچون آموزگار و مکتب‌های میانه تاجیکی آماده می‌گردند. این دانشیان اساساً از دیگر منطقه‌های تاجیک نشین ازبکستان آمدند. در مکتب ما که من تحصیل گرفته بودم در زبان تاجیکی طلب زیاد است. بینندگان گرامی، حالا ما مهمان خانواده جوربای طلایف میباشیم. مطلوبه آدینه و یگانه گرداننده برنامه تاجیکی پیام روز در تلویزیون و هم برنامه‌های فرهنگی در رادیوی ولایتی بخارا است. او ختم کرده دانشگاه تاجیکستان است و 30 سال باز در اینجا فعالیت میبرد. ولی حالا با نزدیک شدن دوران بازنشستگیش در تعجب مانده است که چی کسی کاری او را در اینجا دوام بدهد. حاضر شاگردان میبینن 10 سال مکتبی به زبان ازبکی را ختم کردگی، لیکن 4 سال در دانشگاه میخوانند، او هیچ چیز نمیتید. ممکن گپ زده میتوند، لیکن ایجاد کرده در موضوع نمیتواند. من همین کم مکتب به ما مشکلی میدهد. طبق معلومات رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. از بس که زبان گفتگویی عام تاجیکی است، به این سبب چنین آمار خیلی سوال برانگیز میتابد. ساکنانش میگویند حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر میبرند و امیدوار از مناسبتی بهتر هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بخارا. و حالا یک خبری کوتاه. الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه در صحبت با اینترفاکس پیشنهاد کرده است که برای جلب مهاجران مهنتی کارفرمایان انداز بسته شوند. با گفته باستریکین چنین تشبوس باعث خواهد شد که کارفرمایان بیشتر شهروندان روسیه را به کار جلب کنند. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی خبر و گزارش‌های نو را شما میتوانید چون همیشه از وبسایت azadi.org و هم صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادنا کلاسنیک پیگیری کنید. اگر خود شما نیز شاهد خبر و حادثه شدید، لطفاً با رقم‌های رادیو آزادی در واتساپ و تلگرام با ما تماس بگیرید. تا دیدار نوبتی در برنامه فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.